سلام عزیزای دلم، خوش اومدید به یه ویدئوی دیگه. دوستان عزیز، اومدیم به کافه موزه گرامافون. ببینین در آبرسان تبریز که حالا با هم بریم داخل این کافه موزه رو که من خیلی تعریفش رو شنیده بودم، هم ببینیم با هم دیگه. فقط صدای بارونم گوش کنیم. دوستان عزیزم، این موزه کافه مجموعی فاخر و ارزشمند هست از اشیا و وسایل عتیقه که حالا خودشون خدمتتون توضیح میدن و ورودی برای طبقه اول 80,000 تومانه و برای طبقه پایین 40,000 تومان هستش. دوستان گفتن که این مبلمان از زمان قاجاری هست و همون مبلایی هستش که در فیلم سریال شهرزاد بوده و خریداری کردن و آوردن تبریز. اینجا مجموعه قاجاریه. تمام ظروفایی که می‌بینی همشون برمیگرده دوره قاجار. تاجرایی که به کشورهای اروپایی سفر می‌کردن برای خودشون و خانواده‌شون همچین ظروفایی رو به ایران می‌آوردن. مبلمانی هم که می‌بینی اینم خدمت قاجاری دارن که اوایل پهلوی و اواخر قاجار درست شده. بعدا هم تو سه تا سریال ازشون استفاده کردن: سریال شهرزاد، قهوه تب و زیرخاک. تابلو فرشی که می‌بینید دستباف تبریزه با قدمت 80 ساله. تابلو فرش دستباف 40 ستون مسجد کبود و پرسپولیس هست که بافته شده. دوستان عزیز، کلکسیون ساعت‌ها رو به دیوار فقط خودتون تماشا کنین. دوستان عزیز، تا اینجا تشریف نیاریم باورتون نمیشه که چقدر چیزای با ارزش و عتیقه اینجا جمع آوری کردن در کافه گرامافون در تبریز، در آبرسان تبریز. یعنی هر جا که نگاه میکنی شیء با ارزش و یه وسیله عتیقه دیده میشه. ببینید خودتون دوستان، فقط این بوفه رو خودتون نگاه کنین، این چقدر قشنگه و ساعتایی که گذاشتن. اینجا تمامی ساعتایی که میبینی هم هنریزیا هم دیواری همشون بر کشور فرانسه، آلمان و آمریکا با قدمت 90 ساله. این میز غذاخوری 10 نفره با میز کنسول و دوره پهلویه که این نجار دربار به اسم یوحاس اصالتا ارمنی بود. اینا رو به صورت سفارشی درست کردن، تک به تک مجموعهشون شناسنامه داره و ترکیبی از برنز و چوب. دوستان عزیز، ساعت ها رو ببینید که گفتن توضیح دادن خدمتون که همشون از کدوم کشورها هستن که اینجا جمع آوری کردن. این میز صندلی تو سریال شهرزاد استفاده شده. اینم مبلمان آقای نوری که یه نجار ارمنی بودن دوره پهلوی تبریز. اینا خوب درست کردن و بعدا پارچه‌هاشون رو عوض کردن. اینم قدمت
قیمت 60-70 ساله داره. گرامافونمون گرامافون موبله است و کشور روسیه. این طرف هم حالا داریم با قیمت‌های 60 سال و کشور چک، فرانسه و روسیه است. بوفه وسطی، قلمدان‌ها و جعبه‌های قاجاری، چینی بنزن و حالا چند تا از ابزار چینی بنزنی و چند تا از نمونه‌هاشون و پیپ‌های اروپایی و دوره پهلوی. خب اینا لوازم آرایشی دوره پهلوی و قاجاری هستند کلاً. دوستان تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین؟ ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و نظر خودتون رو حتما برام کامنت کنین. اینجا اتاق فرانسه است که کلیه ظروفامون و البته میز صندلیمون بر کشور فرانسه است. میز صندلی که میبینین با قیمت 120 ساله و ظروفایی که میبینین اینا هم همشون تصویر ناپلئون و ژوزفین دارن با قیمت به طور میانگین تقریبا 70-80 سال. اسباب تبریز با طرح ناپلئون و عمر 50 ساله. آکاردئونی که جلو تابلو فرشه برای کشور آلمانه و عمر 110 ساله داره. ویالون برای کشور خودمونه. گارمان هم یکی از سازهای روسه. دستگاه نخریستی کنار حالا ظروفا میبینی نه برای کشور هلنده. کشور هند و پاکستان خیلی رایج بوده. حالا این ساز دکمه‌اش از صدفه و خدمت 90 ساله داره. ظروفای کاپودمونتی ایتالیایی که توی بوفه می‌بینی اینا هم قدمتشون بالای 90 ساله. کلاه‌های آلمانی بر دوره پهلوی و این طرف هم کلکسیون سیگارا رو داریم. سیگارهای دوره پهلوی، قاجار و اوایل انقلاب که علاوه بر سیگار، کبریت، جاسیگاری، سیگار برقی فرمایشی نخست وزیر محمد رضا شاه و البته توتون‌ها و تنباکوها هم داریم.
عزیزان تا اینجای ویدیو چطور بود؟ خوشتون اومد؟ اگر خوشتون اومد ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و نظر خودتون رو حتما برام به صورت کامنت بنویسین. اینجا اتاق عکاسخانه است. اونجا که میبینین اونم تصویر معشوقه فتحعلی شاه که دوره پهلوی با ذهنیت خودشون رو به تصویر کشیده. حالا این طرف هم کلکسیون دوربینا رو داریم با قدمت‌های مختلف از کشورهای مختلف. این میز صندلی هم بر سفارت لهستان تو ایران دوره پهلوی. بله دوستان عزیز، همونجور که خدمتون توضیح دادن اینجا تو این اتاق مجموعه اسناد و اسکناس ها و نشریه های قاجاری و همچنین دوربین های عکاسی و نقشه برداری زمانهای قدیم از کشورهای مختلف جمع آوری شده. دوستان اینجا ببینین عکس اتوبوس‌های زمانهای قدیم، 2 طبقه و این اتوبوس‌های مسافربریایی که قدیم بود. و این سند هم تعرفه انتخاب نمایندگان ملت برای مجلس شورای ملی. و دوستان عزیز این سند هم برای ملی کردن امتیاز نفت هستش. و اینم عکس آقای ابوالحسن رضوی در دوره 15 قانونگذاری مجلس. و اینم عکس اعضای اتاق تجارت تهرانه.
دوستان اینجا هم حیات این مجموعه هستش که ببینین حیات قشنگی داره. سماوران بر کشور سوریه است. جنسش از نوربلینه و عمر 90 ساله داره. خب با هم بریم طبقه پایینم ببینیم که اشیا و وسایل عتیقه بسیاری دیگه هم طبقه پایین هستش. دوستان عزیزم، به خاطر اینکه طبقه پایین موزیک پخش میشد، من صدای ویدیوهای این قسمت رو آف کردم و خودم از آودیو لایبرری یوتیوب یه موزیک انتخاب کردم و روی این قسمت برای شما گذاشتم. امیدوارم که خوشتون بیاد و لذت ببرید. که این طبقه هم شامل تلفن‌ها و گرامافون‌های آنتیک، تلویزیون‌های مبله، چرخ خیاطی‌های خیلی قدیمی و آثار ارزشمند بسیاری دیگه هست که با هم تماشا کنیم. دوستان عزیزم، به جز ورودی 80,000 تومانی که خب گرفتن، این کیک هم من سفارش دادم 140,000 تومان و اون استکان چایی هم 60,000 تومان که همین که خودم بیام این مجموعه رو ببینم و واقعا لذت بردم و همین که برای شما عزیزان این ویدیو رو تهیه کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و با لایک و کامنت های قشنگتون انرژی بدین که من جاهای دیدنی بسیاری رو تو تبریز برای شما عزیزان ویدیوش رو بگیرم و منتشر کنم.
ممنون میشم که تا اینجای ویدیو رو حتما لایک کنین و برام بنویسین که کدوم یکی از این وسیله ها که اینجا دیدین رو در قدیما شما تو خونه هاتون داشتین. شاید هم همین الان هم داشته باشین. امیدوارم از این ویدیو و از این فیلمی که براتون تهیه کردم لذت برده باشین. تا یه ویدیوی جذاب دیگه در شهر زیبای تبریز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. این کافه از ساعت 2 بعد از ظهر الی 10 شب